بله آقای پزشکیان از وضع موجود ناراحته. آقای قالیباف خاطرش مکدر شده از وضع موجود. برادر عزیزم آقای ایجایی هم شاکیه و استراب داره. نماینده های مجلس هم ماشاءالله همه داد و بیداد میکنن، ناراحتن از وضع موجود. یه حسی داره به هم میگه که ما ملت مقصریم. نه ما مقصریم، ما از آقایون خاطرشون مکدر شده معذرت میخوایم. دلار شده 130 تومن معذرت میخوایم، گوشت شده خدا تومن معذرت میخوایم، برنج شده اجاره شده انقدر، واقعا ما معذرت میخوایم. آقا خاطرتون مکدر نشه. تو رو خدا شما به عروسیاتون و کادو خریدناتون بپردازید.